این دعا آمده در نماز نفل است. پیغمبر در نماز فرض گفته، این میگه نه در نماز نفل است. عجیب است. این دیگه پاره یاد گرفته خیر و خلاص. الله رحم بکنه. تفقه در دین ضروری است. باز ولینذروا قومهم، ملا چی کنه؟ الله برای ما مشخص میسازه وظیفه کسایی که فارغ میشه. فارغ میگه نه، تخرج حاصل میکنه. فارغ و خالی را میگه، خالی میشه، تخرج حاصل میکنه. چی وظیفه داره؟ ولینذروا، اول انذار است، اول بشارت نیست. ما که تبلیغی ها را میگیم که نواقص داره، باید بپذیره نواقص خدا و بشارت میده، انذار نمیکنه. امر به معروف میکنه، نهی عن المنکر نمیکنه. نکنی اول عالم انذار بکنه، بیم بده مردم، و مردم در شرک مبتلا است و مردم بدعت میکنه، رای حقیقی نیست، رای سنتی نیست. اول اینو بگویا لینذروا، بیم بده قومهم، قوم خدا. اول در جهاد در علم کلش قوم اول است، اول قوم خدا حق سرت داره. چرا؟ قوم تو که رفتی در طلب علم زنید اینجا قرار در بین قریه به امن موجود بود. اگر تو تنها می بودی سفر کردن نمیتونستی. قوم سرت حق داره. او بعضی قوم خدا بعضی جا واقعا طالب خدا چی میکنه؟ اکمال میکنه. کویتا، مردم کویتا کسی که برای علم میره، امو قوم سال به سال جمع میکنه پیسه را به مو فرد خود که در پشت علم رفته روان میکنه. اونو مردم حق شناخته، تقویت میکنه که امی عالم شوه، پس برای ما بیا چراغ است، روشنی است برای خودی ما، به اولادی ما، به جامعه ما. امروز عالم حق پرست پس دیگه متهم است، وابسته، مردم قتل سنگ میزنشن. دون طور حالت آمدیم. عالم باید قوم خود انذار بکنه. اذا رجعوا الیهم، وقتی که بازگشت به سوی قوم، آلی مردم جور شوه سری توست. جور شدن سری تو نیست جناب مولوی صاحب. ترجمه تا شروع کو، درس حدیث تا ادامه بده. کسی میشینه نمیشینه، تو مسئولیت خود ادا کو. جور شدن سری تو نیست. چرا؟ الله میگه لعلهم، شاید که. این در گپی شاید است، حتمی نیست. این به الله تعلق داره. الله کسی را هدایت میکنه که دوی نابت باشه. کسی که قدر این نعمت میدانه که ترجمه قرآن شروع شد، یک دقیقه عالم خدا اعلان نمیکنه. یک سال بعد بسیار مسائل کسی که بی سوال بکنه ای جواب میده. چرا که امروی عالم نشست، مسائل شورید، معلومات حاصل میکنه، مکمل میفهمه قدری امی گپه. یک کسی که الله در انابت در قلبش ننداخته، اسکو کی قرآن خوانده میتونه این قدر عمر؟ این ملام دیوانه است، بیکار است. آخر ملا صاحب میگه، ملا صاحب می ترجمه را اگه بیلاس بکر کنی خب نمیشه. اکثر مردم خومی باشو از او خاطر یک قدر دلسوزیگه که خود ظاهر کنه. تو میگی نه غمخوری مردم، اینه غمخوری مردم. دیگر روز باز چی میگه؟ ملا صاحب این درسا مردم نمیشینه، باند غمیش هستی، برو کار روزگارک کتاب کو. کار روزگارک ملا صاحبای ما امروز که پس میه ابی سلام کی دور بده، کج دور میخوره. کج برش بگوید در کجا آمده که پیغمبر کج دور میخوره؟ روی پس به مقتدی دور نمیده، این طرف میشینه، این طرف میشینه. عوض قبله روی خود دور میده، عوض مردم. و برادر در استنجا خو نشیشتی، خود نماز عبادت و ذکر الله استی. از پیش سوال کنی ویو سوال کنی کرب پیتلا در اکثر جاها چیست؟ این گروپا نیسته. چی میگه؟ گاز گل میکنه. مردم اینقدر خوش است که دلسوز است، مصرف زیاد نشه، خبر نداره قرار تاریکی است. یکمه که مردم همونطور ترک تسبیح کلان پیدا کرده. ما بین خود چی میگه؟ از من خوب روشنی داره، سندرست است. نزاع، جنگ، جدل. او طرف چی میکنه؟ خرکاری، بلدنگ گپایش شروع میکنه. دمی مسجد افته میبره، گر وجود داره، گر میبره. و مردم نماز اشراق بخوانی، اذکار صبا را بخوانی، اذکار یاد ندارن بیچارا، همونطور میره در خانه خود. خیر کم جنایتی علمای ما در حقی مردم نمیکنه، کم جنایت که پرسان نکو. کسی که معلومات کافی داره میفهمه که علما در حقشان چقدر خیانت کرده، چقدر فضایل و چقدر بگوی منزلت ها و مرتبه ها را از پیشان چی کرده گرفته. حالی تو میفهمی که وقتی داخل شوی که ای ثواب بیبی، ای را بیبی، ای کار بیبی، ای گپ بیبی،
افسوس است. هر عملی ما عبادت است، خب وقت که عبادت میشه؟ قرآن کریم میگه جور شدن مردم سری تو نیست. خب من میگم الله متعالی را وعده کرده اگر به اخلاص سخن گفته شود، درس شروع شود، الله متعالی تو نمیمانه که جماعت اموتور بخیزه بروه. این تو یک نفر پیدا شود که سری تو جان بده، جان و این قدر محبوب برش باشی که از جان خود کده به الله قسم بری تو زیاد دعا میکنه، قدری تو را بدانه. ما این را یقین دارم اگر ما به خاطر رضای الله محنت بکشیم، من یقین دارم که کسی پیدا میشه که جان خود سپر برای تو میسازه. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که تو دعوت دین میکنی، تکلیف دین میکشی، او میگه که خدمت دین میکنه. نه بچه کاکایت است، نه بچه مامایت، نه برادرت، نه اولادت، هیچ کدامش نیست. به خاطر رضای الله، رابطیش، سلامش، کلامش، کمکش، معاونتش، خود تو به خاطر رضای الله بیم بده. اینی موضوع بود. حالی برای ما واضح شد که اسلام چقدر اهمیت به علم داره. از بد امر، از اول امر توجه اسلام به کدام چیز است؟ به علم است. ما میگیم که علم مراکز از یاد بسازی، خواهرای ما نمیتونه. الحمدلله هر خواهر در هر جای در یک اتاقک 10 دانه همسایه های خود نماز نشان داده میتونه، عقیده را نشان داده میتونه، راه های سنت برش نشان داده میتونه، کلش نشان داده میتونه. این مسئولیت کلی ماست، هر کدامی ماست. ما جوان بعد از دیگری رمضان است، خب یه همونطور نشسته است. دین دیگر ما در یک مسجد نماز خواندیم، قرار افتاده بودن لینگولاش جوانا. اگر وا یک برنامه صحیح می داشتن گرد می نشستن که بیای اینی تفسیر فارسی است، یکی ما تفسیر فارسی را گفته که می رویم، اینی حدیث ترجمه شدگی است، همین حدیث می خوانیم. چقدر معلومات برش حاصل میشه. هم مجلسشان مجلس علم، هم از له و لعب باقی مانده هم یک چیزی را فرا میگیره. اسلام اینمی قسم توجه و اعتنا به علم کرده، این را هم قرین جهاد و مبارزه دانسته، مثل که او ضرور است ایام ضرور است. ایام یکی از جمله شیوه های جهاد و مبارزه است. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. الله متعالی بیان نقشه جهاد و سیاست جنگی را میکنه. نقشه جهاد چی رقم است؟ سیاست جنگی مسلمانان چی رقم باشه؟ یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، قاتلوا الذین، جنگ کنی امرای کسانی که یلونکم، نزدیک است برای شما، من الکفار، از کفار، ولیجدوا فیکم غلظه، باید بیا به همی کفار در بین شما، در وجود شما، غلظتا، درشتی را، قوتا، هیچ وقت اعلان کمزوری و احساس کمزوری نکنی. و علموا، بدانی ان الله مع المتقین، الله امرای کسایی است که متقین است. اینجا تقوا چی را میگه؟ بزدلی نکنی. آن چیزی آدابی که الله برات بیان کرده او را از خود کو. الله چرا میگه که جهاد امرای ما چیست؟ یلونکم بکنه، کسی که براتان نزدیک است. این دو مطلب داره. یک مطلب است در لباس اسلام لیکن دشمن واقعی اسلام است. اول از اینجا شروع کنه، از اینجا شروع کنه. چرا؟ این دشمنی نزدیک است، هر روز برای شما چی است؟ بگوی خاری چشم است، ضررش خیلی زیاد است. تو را نمیگذار اگر تو بیرون به دشمن دیگه بری، اینجا تخریب میکنه. منافقین مدینه چقدر تخریبات در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد. ابوبکر رضی الله عنه اول با مرتدین شروع کرد، کفار او طرف مانده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم جنگایش چی بود؟ نزدیک تا که کم کم اراضی مسلمانان گسترش پیدا کرد، تا که دو ابرقدرت در دو طرف سرزمین عرب، فارس و روم، وارم الله متعال توسطشان چی کرد؟ شکست داد در زمان خلفای راشدین. یعنی نزدیک جهاد بکنه. امروز ما مردم چی میگه؟ یهود و نصارا آمده. این اعتراض کلی مردم است. موریسی متواکل، تو فقط صوفیا را نمیمانی، قبرا را نمیمانی، اینجا خو یهود و نصارا است. تو خبر نداری یهود و نصارا را کلی مردم میشناسه که یهود و نصارا است. نه در پالویشان میره، نه گپیشان نمیپذیره، نه انشاءالله قطش مقابله میکنه. اما تو خبر داری که مادرت کجاست، پدرت کجاست، چی میکنه، چی عمل میکنه. در جای ازی که به الله در مسجد سجده کنه، عبادت کنه، رفته در پای پیر افتاده. با جای ازی که صدقه را به مسکین و فقیر بده، رفته سوغات پیر صاحب کرده. تو خبر داری که
که خانواده تا تباه کده برباد کده، مبارزه قطع از جام ضرور است. قرآن برات میگه یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم، جنگ امرای کسانی بکنی که نزدیک است برای شما، خطرش زیاد است. در بدر کده تو را اسلام غلط معرفی کده، چهرهش وشگون کده، سنت جای بدعت جای سنت گرفته، شرک جای توحید گرفته. قطع از جام مبارزه ضرور است. نگو که یهود و نصارا است، شکی در این نیست که یهود و نصارا مبارزه ضرور است، لیکن تو اول از خود از نزدیک شروع کن. چرا کی بری تو نزدیک است؟ راههای کل جاهای شب بشناسی، طریقه جنگ کردن هم قطعش می آسان هم است، برات نزدیک است، سفر برش نمیشه و خطرناک هم است. الله متعال اشاره و پیغمبر خود میکنه که ای پیغمبر، مثل که دشمن دور خیلی ضروری است قطعش جهاد بکنی، دشمن نزدیک هم قطعش جهاد بکن، نگذار ماری آستین جور میشه. ابوبکر الله مرتدین اول از بین برد، بعد از او جهاد را کرد. الذين يلونكم، او کسانی که نزدیک است برای شما، من الکفار، از کفار، وليجدوا فيكم غلظه. طریقه و نقشه جهاد چه رقم باشه؟ اول از نزدیکا شروع کو، در دعوت هم اول نزدیکاست. وانذر چیست؟ نفسک و عشیرتک الاقربین، از اونجا شروع بشه. در دعوت هم در جهاد هم همینطور است، مبارزه. لیکن چه قسم جهاد؟ ولیجدوا فیکم غلظه، باید بیا به کفار در شما سختی و محکمی را. بدانه که مردم شیر صفت است، بزدل نباشی، سست و پرکاله نباشی، خوی غفلت تو را زیر نکرده باشه. مراد از این غلظه سختی نیست که نعوذ بالله از حدود چیست احکام الله برای، از چوکات اخلاق برای، نه. اتور وانمود بکو که کفار احساسی ترس بکنه که مردم زنده است، اما تو عمل کرده باید تو داشته باشی، ای باید تو دیده شود. واعلموا ان الله، بدانه شما بدانه کامیابیتان کی است؟ زمانی که تقوا را پیشه کنی. تا که تقوا نآمده باشه کامیابی نیست. در ما تقوا نیست. تقوا توسط ازی میشه که ما چنگ به کتاب الله و سنت رسول الله زده باشیم. ما خو فرقه شدیم، قرآن و حدیث در طاق مانده. چطور خیر ما متقین جور شیم و نصرت الله ابرای ما شود؟ هیچ شده نمیتونه. و اذا ما انزلت سورة، وقتی که نازل کرده میشه یک سورت، یعنی سورت جدید، فمنهم بعضی از همین منافقین من کسی است یقولو که میگوید ایوکم زادته هذه ایمانا، کدام شما را این نمی آید ایمانیتان زیاد کرد؟ چرا این گپه میزنه؟ به مردم وانمود میکنه که آیات قرآن کریم بی مطلب است، مقصدی مهم نداره، کلماتی پوچ و بی معناست، نعوذ بالله. اینطوری وانمود میکنه قرآن سبک توجیه میکنه، نعوذ بالله. امروز در مقابل ترجمه قرآن ما امی سخنا را ملاها میگه. منافقین در اون زمان در مقابل قرآن میگفت این عادی و بی فایده فکر میکرد. امروز امی علما نمیگه، در ترجمه میگه شریک نشوی، هیچ فایده نداره، خودی تا امی قدر حلال حرام میفهمه، امی گپ نمیزنه. لیکن مطالب قرآن چقدر عمده است که ما هر قدر کوشش میکنیم که مطالب یک آیت کلش بیان کنیم، قطعا بیان نمیشه. بعدها مطلب در آیت چی میمونه؟ باقی میمونه. ایس شان منافقین بود، الله تعالی بیان میکنه. یک بعد از چی میگه؟ فاما الذین آمنوا، الله جواب میده او کسانی که ایمان آورده، فزادتهم ایمان، زیاد کرد، ترقی کرد برای از یا ایمانشانه. چرا؟ به خاطری که به حکم جدید عمل میکنه. یک مطلب و مقصدی والا را میگیره، ارزش کتاب الله را مؤمنا میدانه که چقدر مطالب ارزنده در این کتاب وجود داره، چقدر هدایات و تعلیمات برای زندگیشان است. بالکل یا دیگه ایمانشان زیاد میشه. و هم یستبشرون، و یا به دریافتن همی حکم الله، آیاتای الله چی میشه؟ خوش میشه. نشانه ترقی ایمانشان چهرهش بشاش میشه. زمانی که یک عالم در مورد توحید گپ میزنه، موحد کالاش کلام شده میره، اینقدر خوش میباشه، احساس میکنه، لذت میبره. اما منافق که همی کلمه توحید گفتی، بس است. در مجلس های تویا که ما در توحید شروع کردیم، رقا آمده که وقت بوده است، دو کلمه گپ زدیم، تالی ریش گپ نزدیم، از کش میکنه از دامن که بشی. دیگهش میگه که اینجا چی نزاع پیدا میشه. چی پیدا میشه؟ پیغمبر آمده بود برای نزاع. در مجلس های دستاربندی از دور صدا میشه، بند است،
نه این جایی گپا نیست، جایی گپا نیست. دین روز هم میگفت جایی گپا، این چه گپا در کجاست؟ عجیب است. مؤمن توسط شنیدن گپای حق چهره بشاش و خوشش در وجودش نمایان میشه، همونطور بعد خوش میشه. و اما الذین فی قلوبهم مرض، هرچی کسانی هستند که دلهایشان مرض نفاق است، شک و تردد است، در مورد قرآن کریم ارزش قائل نیست، اهمیت قائل نیست، فزادتهم رجسا الی رجسهم، زیاد میسازه برای از پلیتی و نجاست، امرای پلیتی و نجاست سابقه. انکار سابق برای انکار جدید یک جای شد. غضب بالای غضب، شبهه بالای چی؟ شبهه. نه مرض حسد و عناد هم است. وقتی که تعلیمات جدید و هدایات جدید به مسلمان ها میرسه و ذوب میشه او میشه که مسلمان ها خو آلی دانری حکم جدید هم شد، این نفاق در قلبش هست، این مرض در قلبش هست. و ماتوا و هم کافرون، میمیرن از دستی که امی شک و ترددی از قلبای از یارا فرا گرفته، ضد و عناد یارا فرا گرفته، ایج تأمل نمیکنه با آیات جدیدم، تأمل نمیکنه، آیات سابقه را خورد کرده، با آیات جدید هم تأمل نمیکنه، میمیرن و هم کافرون در حالی که منکر هستند از چی؟ از توحید الله، از احکام الله. آیات قرآن کریم برای ما چی درس میده؟ تنها فاعلیت فاعل کفایت نمیکنه. خب برنامه چیست؟ سالم، برنامه درست تو داشته باش، گپای خیلی خوب و مفید داشته باش، اما او شنونده خوبم طلب میکنه، شنونده مستعد. چرا؟ باران که در لطافت طبعش، بگوی چی نیست؟ باران که در لطافت طبعش چی نیست؟ دیگه شد خلاف نیست. ماشاءالله مولوی صاحب، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست. کلگی قائل است که باران نرم است. نرم است یا نه؟ در چیست؟ بگه دیگه شد تو بگو مولوی صاحب. نه آفرین. در باغ لاله روید، در چیست؟ در شوره خارو چیست؟ نه خار و خس، خار و خس. در شورزار خار و خس. زمین استعداد، باران همو باران است، اما زمین ها متفاوت است. الله متعال بیان میکنه، تشبیه قرآن کریم با باران میده. قرآن کریم مثل باران است، حیات بخش است، زمین زنده میکنه، تازه میکنه، گیاه را به بار میاره. لیکن زمین چطور است؟ میپذیره؟ نمیپذیره. قرآن کریم ترجمهش بسیار مردم میشنوه، اما فرقا داره. چی داره؟ یکی اینطور میشنوه که بالکل وجود ازیره فقط تر و تازه میسازه، همیشه مردم از پیشش فایده بگیره. یکی اینطور است که خودش یک کمی تازه میشه، مردم از پیش فایده نمیگیره. یکی اینطور است که هیچ مثل که همونطور آمده نشسته تمامی ساعتا را دخو تیر کنه مسلم واری. عجیب است دیگه، اونطور نباشه. اولا یرون انهم یفتنون، آیا نمیبینه این منافقین که یا در فتنه واقع میشه فی کل عام، در هر سال، مرتن یک مرتبه و مرتن یا دو مرتبه. مراد از است که مردم الله متعال سرش حوادث ناگوار میاره به خاطر که یا بیدار شوه، یک کمی فکری خود بگیرد، دقیق شوند، از این نفاق شک تردد خود براین. لیکن سر از یا حالات ناگوار آمادن هم هیچ کدام مفاد برشان نداره، هیچ توجهشان نمیشه که اینمی مصیبت ها از کدام ناحیه بر ما میرسه. از ناحیه دشمنی با اسلام که یا یک کمی متوجه شوه، بازم یا بهوش نمیه. اولا یرون، آیا نمیبینن که یقینا این مردم ها یفتنون، در عذاب الله، در مصیبت ها و تکلیف ها گرفتار میشه، فی کل عام، در هر سال، مرتن یک مرتبه او مرتین دو مرتبه. ثم لا یتوبون، لایق خوی بود که یک کمی فکر میکرد، میاندیشیدن و از این نفاق شک تردد خود میبرامدن. لیکن ثم لا یتوبون، باز یا توبه نمیکنه، ولا هم یذکرون، نصیحتم نمیپذیره. انسان که حادثه سرش برسه، سنگ وقتی که پای در سنگ میخوره بعد تو آگاه شوی، میگی که والا احتیاط، راه را سی نکردم، سنگ پایم در سنگ خورد. اونجا راه را سنگ سی نکرده که سنگ چیست پایت خورده. مصیبت که آمده بفهمی. از او خاطر بزرگای دین زمانی که یک کمی تکلیف و رنج می آمد متوجه می شد، گفت از ما گناه شده، یا از خودی ما از اولادی ما.
تلاش میکردن که امو خلا را پیدا کنه. الله تعالی میگه این تکلیف و مصیبت بیدار کننده است، آدم دقیق میسازه. لیکن این منافقین امو زور امام زلی تراویس و اذا ما انزلت سورتون، زمانی که نازل کرده میشه یک سورت، نظر بعضهم، نظر میکنه بعضی منافقین الی بعض، در بعضی دیگرها. این دو مطلب داره. نظر میکنه یکی در دیگه خود میبینه. چرا میبینه؟ وحشت زده میشه. گوش بگی که در مقابل ما نباشه، راز ما افشا نشه. آیت قرآن آمده این برنامه غلط و شومی که ما داریم امیر اینجا بیان نشه، یکی به دیگه میتور اوچ میشه، ما شما میگیم اوچ میشه. هل یراکم من احد، ببینه یکی کسی ما شما را میبینه. ثم انصرفوا، بعد از میگرده میدوه، قرآن نمیشنوه، میدوه. یک ترجمه است. دوم و اذا ما انزلت سورتون، زمانی که نازل کرده میشه یک سورت، نظر بعضهم الی بعض، نظر میکنه بعضی از یا به بعضی دیگرها. چطور نظر میکنه؟ نظر میکنه چشمک میزنه که اینجا باقی ماندن ما و شما بکار نیسته، به خاطر تخریب مجلس بعدی مجلس تخریب کنیم. اگر بشینیم مردم میگه که ترجمه خوب ترجمه است، برایم. چرا برایم؟ که مردم بگوید که این ترجمه کدام گپ است، وام یک کمی شک در دلشان پیدا شود. در مجلس های ما همینطور مردم میایه 4 دقیقه میشینه، باز چی میکنه؟ اوف گفته همینطور میبرایه، همینطور میکنه میبرایه. اوجا که برای چی خیرت است؟ اولیا را بد میگه، زیارت ها را رد میکنه، دعا را قبول نداره. چون که از اول آمد همی پر گپ غلط برش چی میشه؟ در گوشش میایه غلط. اینطور نمیشه که او برای چیست هدایت آمده باشه که هدایت بگیره. او آمده که یک موقع انتقاد چی کنه؟ پیدا بکنه. از این خاطر پس میبره اف و چف میکنه. منافقین همینطور است. هل یراکم من احد، یکی دیگه خدا میگه آیا کدامی ما شما را دید که نبرآمدیم؟ باید ببینه که مردم شک در دلش پیدا شود. ثم انصرفوا، بعد از میگردن، نمیشینه در شنیدن آیات صورت، نمیشینه، توان شام نداره، مفت خونی است. این به مای اتم است. به مای اتم سری کسی بخوره او طاقت داره. دین روز که مو چند کلمه گفتم یک دم انفجار کرد. انفجار زیاد سخت انفجار بود. او خودتو نیست. در ترجمه قرآن هر کس پدرش نشسته نمیتونه. این خود چی میگه؟ چلوسا فازو میکشه. چی طور کنی؟ بله کسی که انابت داره، بله کمی و کاستی خدا میپذیره که یا الله الحمدلله که امی خلاهای ما انگشت نما شد که ما آینده مقصر نشوم، آینده گناه از پیشم نشوه. الحمدلله سری نعمت الله شکر میکشه که اگر به این عقیده خود ما سابق میمردم با وصفی قدر عبادات بازم جهنم میرفتم. دیگه این نعمت بزرگ تلقی میکنه، دیگه ترجمه قرآن اعلان نمیکنه هر رقم که شود. صرف الله قلوبهم، یا اینطور نیست الله قلب از یارا گردانیده، مطلب واقعی قرآن در ذهن از یار نمیشینه. الله لایق ندیده، الله لایق ندیده او الله صلاحیت و قابلیت برش نداده. بانهم قوم لا یفقهون، به سبب ازی که قومی چی است؟ لا یفقهون، که فقاهت نداره، تعامل و تدبر و اندیشیدن نداره، از همون خاطر سرسری فکر میکنه، آوازه ها را گوش گرفته که الا وابیاست. این مردم هم گریز میکنه که وابیسته. قرآن نمیشنوه میگه والا اینجا وابیاست. قرآن نبشنو که وابی و نوابی برات ثابت شود. لقد جاءکم رسول، بله این پیغمبر که قدر سختی سرتان میکنه الا در جهاد شریک شوی، اگر خلاف کرده اینطور است. مقام و منزلت پیغمبر که بیان میشه، این مرتبه پیغمبر چقدر است الله برای ما ثابت میکنه که پیغمبر یقینا از نفست باید پیش باشه، باید دفاع بکنی. چرا؟ لقد جاءکم، یقینا آمده برایتان، رسول پیغمبر عظیم الشان، من انفسکم، از جنس خودتان است. گشنگی، ماندگی، خستگی، زلگی، تشنگی کلی شما را وام احساس میکنه، غم، رنج، درد از شما را وام احساس میکنه. من خوب میدانم، من گاهی دوستا را میگم که انسان بسیار سخت است که تحمل بکنه. هر رنجی که در امرای یک فرد است، امو رنج قطعی که شریک میسازه، قطعا شریک میسازه. نه من باید بکفم خبرداری نی. از یک مصیبت که خلاص نمیشه، مصیبت دیگه اونجا زنگ زده میشه.
الله تحمل بده بر انسان، صبر بده، وگرنه سخت است. ما کیسه میکنم این گپاره آلی میفهمم دردای رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول من انفسکم، پیغمبری که از جنسیتان است، همه درد و غم، سختی و سختی، تمام تکلیف و رنجتان درک میکنه. درک. شما یک نفر هستی و کلگی دردایتان با پیغمبر پیش میکنی. عزیزون علیه، سخت تمام میشه، دشوار تمام میشه بالای رسول الله. ما او کارایی که عنیتم شما را در مشقت و رنج مندازه. پیغمبر بسیار خفه میشد، صحابی را در تکلیف میدید، از دلش میبرامد که تیر میشد که او بلال رضی الله عنه را در گرمیا انداخته بود، چیست زده میرفت، از دل آدم میبره. یک برادر مسلمان در مسجد توهین میشد، قلب دینی قدر گل میزنه. میزنه نمیزنه؟ اینیال شما میفهمی که درد رسول الله چقدر بود، درد چقدر تکلیف و رنج پیغمبر کشیده. از هر صحابی، غمی هر صحابی امرای رسول الله بود، تنها از خودش نبود. حریص علیکم بالمؤمنین، سخت حرصناک است بالای شما که شما عالم شوی، شما نجات پیدا کنی، توحید بدانی، آراسته شوی، اطاعت الله را بکنی. شب و روز تلاشش به می خاطر بود. ما علما جواب به الله داده نمیتونیم. زمانی که حدیث به افتخار خود میگیم ان العلماء ورثه الانبیاء، وارث پیغمبر وقت شده میتونیم که ما اینقدر حرص داشته باشیم شب و روز، شب و روز خو برد نبیه، خو که چرا مسلمان در شرک واقع شد. من زمو خاطر میگم که شاگردای ما اگر این احساس نداشت شاگرد نیست، واقعا نیست. من زمو خاطر میگم که شاگرد درد داشته باشه به دین، احساسی از این بکنه که شرک چقدر پدیده شروع است و چطور قطش مبارزه میکنم، توحید چطور تحقق ببخشم، چطور پایدار بسازم. چرا که رسول الله امیطور بود. حریص علیکم، اقدر حرص شما داره. پیغمبر در سری مرکبم صحابی را مسئله را میگفت، در سفر در روان شدن هم میگفت، از مسجد میبرامد هم میگفت. حدیث ها را بخوانی، حدیث ها را بخوانی که چی پیغمبری قدر حرص داشت. بالمؤمنین، بالای مؤمنا، رؤوف، زیاد مهربان، رحیم، رحم کننده بود. پیغمبر علیه السلام سخت مهربان بود بالای مؤمنا. دعا میکرد، دعا میکرد، خود عبادت میکرد، گریه میکرد برای نجات کی؟ امت رسول الله صلی الله علیه و سلم. دعاها میکرد، شبا را صبح میکرد، تکلیف میکشید. در جنگا چی کارا میکرد؟ رحیم بود، رحیم، رحم میکرد بالای مؤمنا که مؤمنا باید مصیبت نبینه، باید در جهنم نروه. این مقام منزلت رسول الله است. پدری ما به می مقدار است؟ برادری ما به می مقدار است؟ هیچ کسی به این مقدار نیست. از او خاطر وجودی رسول الله از وجودی ما کده محترم، معظم، قابل قدر، دفاع از او ضروری است. برنامه رسول الله از برنامه ما حق اولیت داره، از او دفاع شوه، او نشر اشاعت شوه، او زنده شوه. اگر ما تابعداری رسول الله را نکنیم، سنتای پیغمبر آنقدر محبوبیت قطش پیدا نکنیم، ایمان ما ضعیف است. حق پیغمبر را پوره کرده نمیتونیم. عالی درس است برای پیغمبر، درس میده. بس اوقات انسان خیر امیتور میباشه لیکن جور نمیشه. فان تولوا، اگر یا اعراض میکنه پیغمبر علیه السلام، مردم این قدر تابعداری تو را نمیکنه، دفاع از تو نمیکنه، غمم نکنی. فقل، بگو حسبی الله، کافی است برای مکی الله جل جلاله. یک الله کافی است. لا اله الا هو، نیست لایق پرستش و بندگی، نیست کارساز، نیست نصرت کننده، نیست دفاع کننده، نیست عزت دهنده، نیست مشکل کشا و حاجت روا، نیست قانون جور کردنی، حلال کردنی، حرام کردنی. الا هو، بغیر از کی؟ الله متعال. شعار ما همیست. مردم اگر قطبه استاد نمیشه رایشان خوبی، برای ما بخیر، برای ما الله کافی است. شعار بالام است که لا اله. مردم قبولت نمیکنه، نکنه، بگو بیرمی شعار مرا سلفی میگه، وهابی میگه، اهل حدیث میگه، هر لقبی که تو برای من میدی، من این مسلکم است، این منهجم است، سرش سر میدم، زنده میشم و میمیرم. همین مسلکم است. علیه توکلت، خاص بالای الله اعتماد دارم. اسباب وسایل ظاهری موثر نیست، همه نصرت امداد از جانب کیست؟
و هو رب العرش العظیم. الله خو مالک است، پادشاه است. پادشاه کیست؟ رب عرش عظیم است. عرش بزرگ الله ربش است. مرا خو حتما الله حفاظت کرده میتانه. اعتماد انسان به آدمی رقم باشه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله.